درود بر شما همراهان همیشگی مجموعه اتوباز. در این ویدیو کوتاه می‌خوایم به صورت خیلی خلاصه مراحل تعویض طلق چراغ هیوندای آوانته رو با هم بررسی کنیم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید چراغ هم زرد شده هم شکسته و واقعا نیازمند تغییره. یکی از مراحل مهم تعویض طلق بررسی سلامت فیزیکی چراغ و بدنه چراغ هستش. همونجور که ملاحظه می‌فرمایید علاوه بر طلق، پایه چراغ نیز دچار شکستگی شده که باید از داخل جوشکاری بشه. جوشکاری پلاستیک مراحل متعددی داره که من در این ویدیو یکی از اونها رو بهتون نمایش دادم. مرحله‌ای که خیلی مهمه با حساسیت بالایی انجام بشه، تمیز کردن کانال داخلی چراغ از چسب قبلی و استفاده دقیق و به اندازه کافی از چسب جدیده. بعد از تمیزکاری بدنه چراغ میرسیم سراغ جا زدن فریم در طلق جدید. همونجور که ملاحظه می‌فرمایید در تصویر، طلق جدید رو باید خیلی با دقت و حساسیت داخل هوزینگ و داخل کانال مربوطه قرار بدیم. ملاحظه می‌فرمایید که طلق جدید چقدر در ظاهر ماشین تاثیرگذاره. طلق‌های مجموعه اتوباز داره گواهی CE اروپا است که حاکی از کیفیت بالای طلق‌های مجموعه اتوباز. همچنین خدمات ما دارای گارانتی مادام العمر آببندیه.